شما هم تاجیکین، ما هم تاجیکم، برادرم تاجیکه، ما هم همونای تاجیکستانیم. مردم ما در بسیار بگیم ناحقی هسته، بسیار ناحقی هسته. همین همه در مردم خودمان گناهگار هسته که هم که هست فقط دولت نیکو، فقط امام و عالمان نیکو، هم که هست همین گپ زنای خودمان مولا داملای خودمان همش گپ زدن که همش بودن محکم کردن صاف بگیم که نخوندگی و حوزی در سر دولت همه را بودن محکم کردن. کی گناهگوره؟ مردم گناهگور هسته که مردم گناهگور نیسته. دعوت شده تربیت درست میکردن امروز مردم میتونستن که بخیزن گپشون بگیرن. تربیت درست نکردن، گفت واردر هستن ای حزم فوس گازدن دیگه مردم ای شجاعت تاس نبودن. مردم اکا کردن من میتونم که از بگم که کردن. چه کردن؟ در مسجد امر معروف و تربیه بود، تعلیم و تربیه بود. چیکار کردن در کار، چیکار کردن در کار نیست. برادر گفتم همینجا ما به خاطر کامل کردن دیگه در اومدم همین جور شما که من گپ بگم. شما آزیمان پیغمبر رو مثال نمیارم. اگر تاریخ اسلام خوندگی باشی خودت، تاریخ اسلام خوندگی باشی، باز ما بگیم که حاجی میرزا مظلومه، دیگرش مظلومه، درسته؟ اولین مثالی که برای ایران میارم، در تاجیکستان بیشتر ای پیغمبر پروپاگاندای ابو حنیفه میروه. بهترین مذهب گرینی که اگر پیروی نکنی بیش نمیره. آیا همین گذشت همین ابو حنیفه چی خیلی انجام یافت؟ در سر تخت شدگی در منبر کیف میکرد، پردوقتی ایسوس میگردانش یا که در زندان مرد؟ در زندان مرده. برای چی در زندان مرد؟ برای کی نمیخواست که وظیفه را بگیره و بعد پشت پاچو را بگیره، مقصد گفتهای پاچو را بکنه. بله چی به امروز پیروی که همونی که لوف میزنن که پیروی کنه ای مذهب ابو حنیفه دیگه مذهبون نمیشه، بهترین مذهب من نمیگه گفته ترسونه چرا پیروی ای همو ابو حنیفه نمیکنن؟ برای من زندان شود، زندان شدن فردا پیش پروردگار زبونشون دروزه که ما زندان را بدیم، ای پروردگار ای الله ما در زندان بدیم، ما نمیتونستیم. وقتی که در آزادی تو جواب میگوی. صحابه را مثال میارم. حضرت عمار ابن یاسیر در پیش چشمش پدرش اولین شهیدای در اسلام بود، عمار بود، یاسیر بود. زنها سمیه مادر حضرت عمار بود، در پیش چشمش قتلش کردن. یا غلام بدن ای دیگه جا آمدگی بدن، نیکیم تسلیم نشید. حضرت بلال حبشی ای حبشستان آمدگی بود. چند روز امیه ابن خلف لعنتی در صحرا ظلمش کرد که یک بار تو این کار که پیغمبر این کار نکرد. حضرت ابوذر غفاری ای غفار آمدگی بود، اسلام قبول کرد. گفت که مدام ما حقیم بیام بخزیم برو دعوت کنیم. برمان در پیش مکه ده یک دیگه آمدگی بگیم یک مسافر برمان قرآن تلاوت کرد، نترسیده. آیا ما همین قصه را که همه در بین مردم نقل کردن، آیا تو دانی خدا یک کدام داملایی که معروفن کدام همین را بودن در همه عذابایی که حضرت بلال حبشی دادن، حضرت عمار را دادن، حضرت ابوذر غفاری دادن، همین صحابه را کدام همین داملای ما را عذاب دادن؟ ولی سر شما که امروز ما عذر او را قبول کنیم نشید به خاطر که مدت میبرن زندانش امروز که مثلا بگیم که ایران میبرن ظلم میکنن، ما بگیم که میبرن پدر ایران. با خاطر این اگر ما این عذری رو قبول کنیم، آیا ما پدر نداریم، ما مادر نداریم؟ من اوچه من دوست میدارم من پدرم بیزارم. من به نزدیکی 3-4 روز پیش در سودی غایبانه من تشکیل کردم. در رمضان اوچه بودن فرار کردن، اویدش در فرار از سر اشتراک کردگیم. آیا من نمیخوام که او عذاب نبینن؟ من یا آدم عادیم یا عوامم، او مربیه، او دعوتگره. امروز مولاهای روحانی در مصر وقتی ظلم شدن رفتن در قطر پناهندگی گرفتن. مثلا قطر محافظت چون کرد، قطر میتونه برای اروپا نمیخواد، قطر برای کویت برای مالزیا برای جدا کشور اسلامی. این دلیل شدن نمیتونه برای یگام علمای توجیه دلیل شدن نمیتونه رحمان من ظلم کرد. آیا ما
зани ман, фарзанди ман, модари ман, падари ман ай пайғамбара болоай. дар дохили Тоҷикистон бозор собиқ биромад пайғамбара таъхир када кадом аламои тоҷик хез гуфт ки та ҳамин ҳарф нодуруст аст. муфтиш нагуфтад. чӣ хел мо узри ёро қабул кунем? шумо худат бифаҳмед бародар, худат бифармуд. худат бо чӣ кам мекунӣ бародар муслим? гаптон маъқул ака. Не ки мо ҳозир дар уҷа нестем, мо намедонем ки ваё мақсад биромада напрямую гап намезананд. ҳам хаста мегӯям ҷое ки дар корай мегӯям. ҷое дар кор неста намегӯям. бародар наметонем, мо намедонем ака ваёра. не бародар, ин боз ман тара гуфтаам ки бояд инами ҳоҷи Мирзо чанд бор Россия омад. метавонед аз Россия бигӯед чанд бор Россия омада қабл аз оне ки масалан соли 2015 ҷунбиши сар шид, метавонед бубура ина минбар. ин имрӯз муҳим нест ки та масҷид тара биён ҳамчун хатиб бимона як курси танки ана вақти буд мо буро амр маъруф кинем. инами минбара инем ҷа ман даъват кестам. мо илм бигем ки эне во ҳар хелам бошанд илм доштанд. баъд чӣ илм доштанд? ҳамин шайтон қабл аз оне ки ронда шуда буд, исмиш чӣ буд? Азозил буд, маълим буд, устоди илм. ҳамин Азозил устоди илм буд. дар даргоҳи худованд мисли ҳамн як бигем маълим воли талабора фариштаҳоро дарс медод. баъд чӣ мегуфтанд ки ту устоди фариштаҳо будӣ, бе мо тура одама саҷда накарди, ҳар чикор кардӣ, мо тура ҳеҷ чиз нагем. имрӯз лаънатш мехонанд. ин муҳим нест ки мо фалони илм дошт, ин илм дошт, дигар ва ҳеҷ чиз гуфта накунед. муҳим ие ки ин қаҳк медонӣ ба мардум расонидаро. имрӯз миллион та олиморо медонӣ ки дар дохили Тоҷикистон, дар Аврупо, дар Покистон хондагиянд, дар Ҳиндустон хондагиянд, дар Миср, дар Саудӣ хондагиянд. хестан аз илми Раҳмонов фирор кардан, хестан омадан пула кӯдак кайф карда гаштаестанд. ин мо ранги худат бародар, валлоҳи биллоҳи қасам ранги худ анан қадар риш мондагӣ, подшоҳ калпа кардагӣ, ман салафӣ, ман гарреми, ман ихелӣ, ман ухелӣ, гурӯҳи бисёр ботил ки назадаш суфӣ кимчихелӣ, нимаишкалӣ. охай ту бикӯ ина мо ботил ту гирда дорӣ ки ту нами я минбар бикушоӣ, шамшер мегӯ, ту бигӣ шамшера дар пеш бубуро, ман айқафуд агар нахестам, ман хар одам. имрӯз вақте ки олимо масъулияти худшона пеш нагирифтанд, масъулияти худшона пеш набурданд, минбарро хурд ба дасти ман бар ин одамо иниме қаҳкам ки боша, ба валлоҳ биллоҳ таллоҳ агар кадом мусалмоне ки ин зарраи имон дошта бошад, зарраи имон дошта бошад, ҳеҷ вақт хомӯш шуда наметавонад. ҳазор бор ҳамин таҳқир шинидам, ҳақорат шинидам, падару модар ҳақорат карданд, зан ҳақорат карданд, аз Тоҷикистон занг заданд, таҳдид карданд, падарам пайрод карданд, модарам пайрод карданд. ҳар боре ки очам гирья мекунад, занг мезанад, гирья мекунад, метавонам бигӯм ки хай чӣ дар кора, мега басш кунам, охи дига ҳамин чӣ дар кора, ман барои бигӯм ки барои мардум, барои шӯҳрат боша, чӣ дар кора, як қатра оби чашми очам гирехтам, ман охи ман чӣ накардам. барои ман беҳтар аз ҳамаи шӯҳрат ман. лекин мо ин чизоро, ҳамаи чизоро моро мебинем бародар. мо айдедон овардагӣ нестанд дар ҷамоа мондагӣ бошанд ки кая бигӯм айдедон омадагӣ, ман ҳеҷ та надорам, ман метавонам ки мубориза барам. ба ғайри ам тоқай карда берунам, акам, додарам, хоҳарам, апам, яздам, холам ҳамаш дар Тоҷикистонанд. дар дасти ними тоғути Раҳмонов. ина муқоиса кӯ. ҳамин оламоро муқоиса кӯ ба ман. ҳамин шабакаҳои шуморо ака, ман ҳами як моҳ шид қариб дуромадум, ба хабар шидум да. ман аввал хеле гӯш кардум бародароро. не ки ма гуфти ҳамин мардаки хуб акаи Ҳусейн ки ба фикри ма ҳамун олимои худмонам ин херанги мо у шумо намешинад, ин сайтҳоро гӯш намекунанд ки хабар надоранд. не ки вақте ки ман уже дидестам ки ин последнее время ҳамин гурӯҳҳо соат ба соат хов накарда чанд соатӣ идома додестанда ҳамин чизора барномаро. ун мардакҳо вақте ки гуфтанд ку ака ин мардум кам буд ва ё диданд ки чота результат нест, хаб карданд
و یا گفتن وقتش در خیلی گفتن ما خودم در همونجا بودم که من نشنویدم من ندیدم همین چیزا رو باور نکنید. اگر در همون سال 2015 وقتی که حکومت این کار سر کرد هر یک آدمش هم منبر داشتن 4-5 هزار مخلص داشتن همون وقت میکردن همون وقت میکردن یا چی میشی چی با چی خاطر مثلا انسان اینا مثال دامی کار همین رو هگیتگی همین رو هنو میگه با چی خاطر اکثریت مردم میگیرید میگوی با وقتی میگوی برادر وقتی که من گفتم راه من محکمه شد توجیکستان پدرم نظر میکنن مادرم نظر میکنن بله بله تو چه طالبین یک علیم یک معلم یک روی باور دارم یک وقتی گفتی تا آخری عمر تا تاجیکستان برگشتن نمیتونی آیا اینکه مثل اینکه جبرائیل فرومد یک گفت که رحمانوف تو 50-100 سال دیگه سر حکومت میمونه قدرت عوض نمیشود و شما در همجا میمرین شما چه مسلمانی که 50 سال و 100 سال گرم در رحمانوف میتی امروز هستی فردا نیستی اسلام کریم پدر رحمانوف بود 2 روز ایبان گذشت بود امروز دختراش در زندان هم شیرکی تو آدم تاخیر عمرش همه تا بچه ها نمیره 50-60 سال در غریب میمره با آیات قرآن باور ندارن که خداوند خود میگه که مثلا ظالم و سرنگون میکنم یا حتی با آیات قرآن باور ندارن حالا اینجا واسه که با مخالفایی که میگن که این مخالفا میتونن یادشون فکر کنن یا با آیات قرآن قبول نمیکنن شرک برای من مظلوم یک روز شما میگم والله قسم نه گپاتون معقوله که گپاتون ما گفتم که ما منین خدمت خواستم که بگم ما گفتم که باشه اما این روز هر کسی شما میگه فقط شما همون علما را در برابر این صحابه‌ای که هم ظلم شیان هم اسمش نگیشتم اما رو که حضرت ابوذر غفاری یا که بلال حبشی دیگر رو همیو ای دیگر جامعه خلام بودن یک شهروند توجیکستان یا شهروند توجیکستان با همیو یک بار مقایسه کنه که همون ظلمایی که همونو را کردن آیا همینا را کردن یا نکردن اگر بکنرم برای یا خوبه که زندان هم بشون یا فردا میتونم بگن که ما در زندان بودیم نمیتونستیم امروز که در آزادی فردا جواب میگن برادر عبدالحی بله یک لحظه خب برادر مسلم از کی باز تو این برنامه های مخالفین تماشا میکنی؟ همین بچه ها رو سیگر می آوردن میگفتم ما کوش نیستم خطون تماشا کنیم ما باوری نداشتم پالیتیکا ایسیو تاکی حاضی ما که شهروند تاجیکستان هستم من میدونم که در همجا چی گپه بسیاری مردم ما سن گلام نخیر فکر میکنن اصابینا اگر بگیریم رزولتات پالیتیکا در کوه که بسیار کس میخواه که صاحب وظیفه شوه و وظیفه را ایدست نتا برای همون ما باور نمیکردم با یه روز هم خیلی گفتم که بیسه یک گوش کنم که چی میگه با هم خیلی مایده میامون پیشکی زوقم رفت و تماشا کرده سمایم همین اگر حوزی ما وظیفه بخواهم چکم میکنه؟ نه شما وظیفه بخواهیم شما حق داره همه حق داره بله این یک زمان بود که مردم همین پروپاگاندای دیکتاتورا و پروپاگاندای کسایی که فکرای خودشون بالای مردم تحمیل میکنن همین چیزا را بالای دگوش مردم میخوندن ای گومش که برای وظیفه میگه بله ما هدف ما به خاطر این است که اون خدمتی که برای مردم بکنم الان نمیتونم کرده ما شما را فهمیدم ما چی وقت ما میتونم خدمت بکنم به مردم وقتی که وظیفه در دستمه الان اگر ما خدمت بکنم برای مردم به همه امکانیتی که دارم همه قدر خدمت کرده میتونم یک نفر و 2 نفره من میخواهم از این بیشتر خدمت کنم به میلیون ها خدمت بکنم اون کدام راه قطعی میشوه همین الان رحمانوف در همین وظیفهش میتونه که به میلیون ها آدم خدمت بکنه بله 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 اگر ما در همون وظیفه که باشم پس من میتونم بله از همین خاطر این وظیفه را گرفتن طلب کردن وظیفه نه در قرآن معنی آمدگی است و نه در حدیث بلکه به خاطر اون کسانی که در این امانت شیشتن
این مسئولیت و این امانت به دوش خود گرفتن و در این امانت خیانت کرده ایستادن، قرآن و حدیث و تمام پیامبران انگشت تأکید گذاشتگی هستند که شما ای مردم مظلوم بر علیه اینها بجنگین تا که اون وظیفه ها را از دست اونها بگیرین. اون امانت هایی که بر اونها داده شده است، در اون امانت ها خیانت شده ایستاده است. اون وظیفه ها را به خاطر منصب، به خاطر استفاده خودشون اینو صرف کرده ایستادن. تو ای جوان مرد مسلمان باید سینه را پیش بکنیم و در با دشمن مقابله کنی و مبارزه ببری تا که اون مسئولیت به یک انسانی صادق و دلسوز مردم مسلمان بسپاری، نه اینکه به یک کسی غارتگر دزد. این گپایی که برای وظیفه تو هم اگر به خاطر وظیفه تلاش بکنی حق داری. نه پیغمبر معنت میکنه و نه قرآن. این فکر پیشنهاد مو بده که این فکر خطا است. این ایدئولوژی فاسد نادرست است که کسی که به این فکر میآید که مثلا تا این روز شما فکر میکرده خیلی یا به خاطر وظیفه چی میکنن. این گپ در ذهن مردم همین ها خودشون امنیت این دیزینفورماسیون را در گوش مردم میدوزن که تا که عموما با ما یک جا نشه، ما فقط تنها باشیم بگیم هیچ نتیجه ای نتیه، بالاخره روز شوه که ترا همی رشد بقپنه کشالت کننه همی تا هم لینگوت کشالت کنن، بعد بگوی که او برای وظیفه بدم. انایاش خوبن که برای وظیفه نبدن، اینمی ترا می قپن یک تا رشته به انبر میچینن، اون وقت دیگر هیچ فایده ای نداره. برای همین خاطر این های معلومات های خطایی هستند که تا امروز در ذهن مردم هستند که اینا به خاطر وظیفه. بله انسانی که میخواه که یک خدمت برای مردم بکنه، حتی خدمت برای خودش بکنه، برای همسایش بکنه، برای ملتش بکنه، به خاطر دینت خدمت کردن، تا که مسئولیت به عهده خود بر دوش خود نگیری، در دینت خدمت کردن نمیتونی. همولی تو در دین اسلام چی خدمت کردی؟ یگان خدمت کردگی نیستی. تا زمانی که مسئولیت وظیفه در دست ناامد خدمت کردن نمیتونی برادر. فقط این همی خودت همچه یک بگیم که مسلمان تیار کردگی هستی، ریشی مسلمانی و یک انسان مؤمن با خدا نزدیک، فقط این همی قدر. اما از دایره خودت بیرونتر به هیچ مسلمان خدمت کردن نمیتونی. یک مظلوم نجات دادن نمیتونی، یک مظلوم از زندان آزاد کردن نمیتونی. تا زمانی که مسئولیت وظیفه را در دست خودت نگیری، تا زمانی که مردم در پشت تو نباشن، نیرو و قدرت نداشته باشی، هیچ مظلومی را، هیچ عالمی را از زندان آزاد کردن نمیتونی. اینمی فقط میگوی که اینا برای خاطر وظیفه هستن، تمام دیگر هیچ کاری کردن نمیتونی. همون نمازی که میخونی آیا اون قبول شوه یا که نشوه؟ راست میگن آقای حسین. بله این فکرهای پیشنگی مو بود برادر. ما آهسته آمدیم همین ملاها را، همین عالما را به اندازه اینو را بالا بردیم که چقش نشه که سوید میزند. اینا را باید چقه نشه، اینا را باید هیچی نگه. ای بچه به نام خدا قسم ای رسول خدا اگر الان زنده شود که در روی ما و تو وری مسلمان توف میکنه، میگه مرگ به شما وری مسلمان ها. همی از امتی ما عالماتون خاموش، باقی مانده هاتون تعریف اونها را که اونها را چخه نشه. ما هیچ نمود، ما از این نمود امت بیزار میگه. فهمیدی؟ بعضا امنیتی ها چی میگن؟ اونم مردک نمازش 5 وقت میخونه، میره و کار میه خونش، به هیچ که کار نداره. اینم مردک خوب تنج. بدترین مسلمان انمین مسلمانه، بدترین امت رسول خدا انمین کسی هست که 5 وقت نمازش میخونه و کارش میروه و میگرده میه، به هیچ کسی کار نداره. زن مسلمان تجاوز میشه و اصلا کار نداره. بین حق و باطل جنگ رفته ایستاده است، اصلا کار نداره. فرق بین این و فرق بین یک انسانی که مینوشه که در میخانه شب روز می مینوشه، اصلا کاری به کسی نداره. هر دو اینها پیش پروردگار یک چیز هستند.
بهترین امت رسول خدا اون کسی هست که کار داره، در تمام امور دخالت میکنه. هر کجایی که بدی را دید پیش راهی بدی را میگیره. خاموش بودن در برابر ظلم یکی از بدترین گناهایی است که محسوب می شود و هر کسی که این خاموشی را میبینه در مردم و اون خاموش میسته، این بود دوینای گناه کرده شده است. و خاصتا کسی که اهل علم است و میبینه که جوان مسلمان ظلم میبینه، دسترازی یک انسان ناپاک میبینه که در دامن یک مسلمان زن دسترازی میکنه و این جوان مسلمان میگه من کار ندارم، بدترین امت رسول خدا همین جوان است. و هر کسی که ادعای این داره که نه ایمانم کامل است، بد میکنه، خطا کردگی است، در اشتباه بسیار بزرگ است. برای همین خاطر جوان مسلمان باید حنجرش باید گویا باشه، فریاد بزنه که مردم موی تنش بخیزه. فهمیدی؟ بله. باقی در پناه خدا برادران، السلام علیکم و رحمت الله. اکا اسدالله را بود دست برداشتم بود. اکا اسدالله بفرما برادر اسدالله. این خیگه میگفتیم روز گروه بسیار میشید. بیا میکروفون تا بکشو برادر اسدالله. رحمت الله و برکاته. مرا و علیکم میشنوی؟ السلام. کمی اینترنتم ضعیفتر است، در حقیقت خود دیگه کوتاه صحبت میکنم. این برادر در اومد به خاطر همین گپوی نشان خلیفه در اومدم گفتم یک گپوشم آوردم. این برادر بسیار میگه فکرها بودم درست خیر کرد، بسیار فکرها میگه دیگه خیلی بود. حاضر همین نفر مسلم برادر بسیار برادر اسلامی میتونه خوب دیگه حاضر امیرم روی مبارزه حاضر دافع دیگه میدروه انشالله که انشالله این در این مبارز همراه ما شاید باید اشتراک کرد. مقصد بله بله. نه این خوب هم است برادر اسدالله، خوب است بیان اینا مثلا بیاین نگم اینا خوب هستن، بیان یک کم تر از اون ملاحات دفاع کنن، از رحمانوف دفاع کنن، همین در لباس اسلام باشن، بسیار خوب است در چنگ ما بخرن. بله بله درست خیلی کردی که باز این شب و روز که این قدر مصیبت است. این مثال دوملوی ما چه قید کرده اوجی میرزا ما او ما را گفتن ریشمونه ما پند و نصیحتی وقتی ما ریش موندیم همیتا مثال همون زبسای همون را گوش میکردیم، مثال دعوتای همون را. امروز چیکار کرد؟ از میبر او را گرفتن خارج کردن، زبساش اودیوهاش مختم کردن بردن در او که نمیدون در کجا مفهوماتو بردن او را دیگه سیاست کردن. این دمی نوسی دنیایی رفت. هیچ وقت نمیخواه که خانه رنگی ما ایتا در بدر شد و گفتی این اشون خلیفه که یک روز خواهری مرا بردن، یک روز دودری مرا بردن. مقصد ایره نمیخوان مصیبت جاشون گرم است دیگه. او دیگه وضع مهم نیست که او دیگه از حرف از کلام از دین و حقیقت گفت. زمانی که میدان آماده باشه، در اون زمانی که یا مثلا سر قدرت اومدن، سر تخت اومدن در 2000 میگه میشه، او وقت اسلام آزاد بود، هر کس میتونه بروه، هر کس میتونه برای علم که با مردم برسونه. روزی مهمش اینه، این روزه، این روزه که این روز باید جان کنه. خب همینجا یک برادر دیگر ما باید علما را ما باید که مجبور بسازیم که او باید بر ضد رژیم گپ زنه، حقیقت روی آب بگردونه. 100% باید اونا را ما مجبور بسازیم. ده هدف یکم چیزی که ما برای مثال مردم میخواستیم بکنیم، قالب رحمانوف شکستن که رحمانوف هیچ خدا نیست برای شما. دیم قالب روحانی را شکستن که اینا را برای شما خدا نیست، یگان تایید را شفاعت کردن نمیتونن. دو چیز مردم ما همش یک پیشوا خدا میدونید، یک رحمانوف، دیم امی مولارا. قالب را مش باید بشکنیم که اینا هیچ کنیستن، یگان تایید شما شفاعت کردن نمیتونن. هیچ کدومش باز اینا نمیدونن که برگی که از درخت میغلطد این همش بروزگی الله میشود. هر چیزی که الله میخواهد جان کسی را که قبض کند، کسی را که میخواهد اون مصیبت بکند،
الله این همش الله پیشکی تو در بطن مادر دستی را نوشته میکنند و تو بله مقصد چی میکنند اینا برادر چی میکنند اسدالله. اینو همین رو فکر میکنند. خب بله آقای اسدالله، ما همینجا یک چیز را برای شما بگم. درسته همین چیز را میبینین شما؟ بله. بله اینجا نوشته است که انکار سکوت علی الظلم، یعنی که انکار کردن خاموشی در برابر ظلم، یعنی که قرآن انکار میکنه، این چیز قبول نداره. حديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكر والوقوف موقف السلب من مقترفيه حكاما أو محكومين حديث يزلزل كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. خلاصه در اینجا ما برای شما ساده‌تر بگم که قرآن میگه که اصلا انکار میکند، خاموش بودن در برابر ظلم قرآن رد میکنه، نباید انسان خاموش باشه. اینجا است که آیت قرآن است که یقول الله تعالی در قرآن کریم میگه که لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر لبئس ما كانوا يفعلون. این آیت قرآن است. و یقول رسول صلی الله علیه و سلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. این درباره خاموش بودن در برابر ظلم است. خب کسی که امر معروف و نهی عن المنکر ترک میکنه یعنی که ظلم میبینه خاموش میشوه. خب این خودش بگیم اتوماتیکی وقتی که انسان پیش راهی ظلم میگیره این نهی عن المنکر است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه که کسی که منکر میبینه باید به دستش عوض بکنه، اگر که نمیتونه به زبانش عوض بکنه، اگر نمیتونه حداقل به قلبش. و پسترین ایمان همین است که دیگر به قلب دیگه بگوی. رواه مسلم. و یقول الدکتر یوسف قرضاوی یکی از بگیم علماها هست، در این باره چی میگه؟ میگه من الخطأ الظن بأن المنكر ينحصر في الزنا و شرب الخمر و ما في معناهما. این میگه اشتباه است که وقتی که شما منکر کاری بده فقط در زنا و در شراب نوشیدن و در امثال همینها در غیر از اینها میبینید. اینجا باز میگه ان الاستهانة بکرامت شعب منکرون، توهین کردن تحقیر کردن ملت این منکر است، این کاری بده. کسی که توهین ملت میکنه باید پیش راهی گرفته شود. این را باید یک عالم ببره گپ بزنه، امر معروف بکنه. تزویر الانتخابات، تقلب کردن در انتخابات میگه منکرون، این کاری بد است، پیش راهی گرفته شود. خب والقعود عن الادلاءات بالشهادة في الانتخابات منکرون، شهادت زور دادن در انتخابات خلاصه به جای دیگه کس انتخاب رأی دادن منکر است. لانه کتمان الشهاده، به خاطر این پنهان کردن حقیقت است. و توسید الامر، دادن مسئولیت، دادن وظیفه به غیر اهل خودش، به غیر کسی که مسئولیت از دستش نمیآید، این کاری بده، این باید پیش راهش گرفته شود. و سرقت المال العام منکرون، دزدیدن مال مردم کاری بد است. خب احتقار السلب التي يحتاج اليها الناس لصالح الفرد او فئه منکرون. و اعتقال الناس بغیر جریمه حکم بها القضاء العادل منکرون. تعذیب الناس داخل، عذاب دادن مردم داخل زندان ها، این کاری بد است، پیش راه اینها گرفته شود. همین بود میگه که و خب و دفع رشوتی، دادن رشوت و این چیزا کاری بد است، اینها باید پیش راهش گرفته شود. و تملق الحکامی، چاپلوسی کردن، تملق حاکم ها بالباطل، با او چیزی که حقیقت نیست. و احتراق البخور بین ایدیهم، کاری بد است، چاپلوسی کاری بد است. و الموالات اعداء الله، دوستی با دشمنهای خدا کاری بد است. اگر همین کارهای بد و هکذا میگه نجد دائره المنکرات تتسع و تتسع لتشمل كثيرا مما
یعوده الناس فی سلب سیاسه. همین نبود میگه که همین منکرات کارهای بد روز تا روز رفته زیاد شدن میگیره و در مابین مردم میگن که این همه مینوسه سیاست های. فهل یسع المسلم الشحیح بدینه، آیا برای یک مسلمانی که در دینش صادق است و خالص است، الحریص علی مرضات ربه و در تلاش به دست آوردن رضایت پروردگار است، ان یقف صامتا، که خاموش بشینه در این حالت، او ینسحب من المیدان هاربا، یا که از میدان بگریزه بروه، امام هذه المنکرات و غیرها، در روبروی این نمود بدی ها و این منکرات، خوفا او طعما، از ترس باشه و یا که از بگیم که حریصی باشه، او ایثارا للسلامتی، یا که برای خاطر زنده بماندنش. آیا برای یک میگن مسلمان به همین حالت خاموش بدن آیا درست است؟ این مثل هذه الروح ان شاءت فی الامه، اگر به همین نمود روحیه در بین مردم خاموش بدن در برابر منکرات از عالم سرکرده و غیر عالم، همین نمود روح ها، همین نمود انسان ها در بین مردم زیاد بشوه، فی الامه، در امت مسلمان ها، فقط انتهت رسالتها، دینش از بین رفت است. به خاطر تمام دیگر گپ منکرات نیست، منکرات کسی پیش راهش گرفته نمیتونه. و حکم علیها بالفناء، اگر همین نمود بگیم در جامعه مردم همه خاموش کسی گپ نزنه، خب بالاخره دیگر مسئله دین اسلام و بگیم رسالتش از بین رفت. و حکم علیها بالفناء، و حکم برای اونها به نابودی میشوه که از بین میره و اون رسالت شما. لانها غدت امت اخرى، به خاطر این خاموشی ما فردا یک امت دیگر روی صحنه میاره، غیر امت التي وصفها الله القرآن، غیر از اون امتی را روی صحنه میاره که بعد از ما اگر ما خاموش باشیم یک نسل دیگه میاد که اون نسلی که خدا اونها را وصف کردگی از اونها نیستند. خدا برای اون امت چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. فهمیدی برادر؟ میگه که اگر خاموش حاضر ما باشیم فردا فرزندای ما اون نسل دیگر، اون نسل میاد که درباره اینها قرآن کریم چیزی که گفتگی است اون نیستن. میگه که شما زمان بهترین امت میشین که اون وقت امر معروف و نهی عن المنکر بکنین. فرق ندارم ملا هستی عامی هستی، اگر کمترین امکانیتی صحبت کردن داشته باشی باید حقیقت ببروی بگوی، نمیگوی. پگه به نام خدا یک نسل میاد که یک نسل توده مرغا اند، قدقدوز میگن، فقط میگردن هر جایی بفورن مون سرمون میکنن، همین دستش پیش میکنه، از همین اچه یک در دستش اومد میبره ذبح میکنه، مهمانی رو میگذرونه. امت رسول خدا نباید این باشه. خیلی اون برادره که در اینجا اومد صحبت کرد، خیلی که عذر او را با که من نمیدونم که قبول بکنم قبول نکنم، میگن یک هفتهش یک مفید پیش گوش میکردم شما را نو سر کردم. من منظورم نه برادر است که من برام مثلا مردکم که نه تو اشاره او کردم، منظورم پروستا جوش اومد که همه چیزا من برای اونه، برای تمام تماشاگران بگم که شما یا یک بود، یک خدا، یک ماسته که با بهش گذاشتن خیلی فکر نکنه، یا اگم شما سینده یا اگم شما کار نمیکنه. و اکثریت مردم وقتی میگن که او همه قدر علم داشت، همه چیزا گفت، او چیزی گفت نگفتی هر کس وظیفه شد. من ها امروز گرفتم، من خداوند امر میکنه که علم که آموختی در دیگران برسونم، هیچ که باید همین میندار نشود. من برای خودی فردای خودم را گفتم که فردا من اپرسیون کنم که برای خودم رسوندی نرسوندی، هیچ که باید همین میندار نشود. هر کس وظیفه‌اش انجام بده. ما شاید کدام شاید سعدی شیرازی کدام شاید قید است که عالمی به عمل زنبوری به اصل، این همون معنی را دارد که عالم باید عمل کند، خاموش نایستد، حقیقت باید آشکارا کند. سال 2015 اگر یا اگر 2015 14 اگر همشون مثلا خیلی یک سپچکا میشدن میکرد مردم میخیزوندن 100% میشه. اصلا که در پیش قبل انتخابات 2013 رحمانов یا برنامه را پیش که فقط مولا را هر روز یا مولا را
дар хонаш ҳам ҷога хушаш чунка карто оври мулора пас карданда ҳамун замон ё ҳаракат мекардан меши имрӯз дига мисли ҳамоне ҳасте ки як рӯза маҷбур мешӣ тиқ кӣ имрӯз раҳмон ҳамонро маҷбур шуда иста ки тиқ кунем